اوه میگفت که خاله کلین خشرو وردی همین بچه من بگه مورا مایمو جاگون زن بیورد همی جا خواهی کلینت مخول شده همش ده مخول شده ده زبان خود مونده میگه عذاب نکشتم همین زبانی میگه تو چیکارا تیز خود کردم я по молдавски не понимаю пишите пожалуйста по-русски молдаван кайму خیام خیل ام بچه رفت خدمت کرد شناس شید بعدگیری به همی تاجیکستان آورده کن شما ده بچه میگه سالداد بچه عاشق شده ایوه میگه میرم من میگیرم تا حاضر میگه انسانای خوب ده به قدرم رسیده من چند قدر همی تاجیکستان دوست میدارم من دیگه وطن خود میگم من خدایوا نادژدا الکساندرونا молдаванкаем من در молдавия таваллуд шудагиам падари من الکساندر نام داشت انا مادرم انا نام داشته من تو صنف 8 خوندم میرفتم دمی کلخوز انگور میچیندم من دوری که اومدگیم دمیجا با پل لنین اومدگیم با مهنت دست خودم انگور میچیندم اویلی که میدادای در کارزینکو میچیندیم ریاد میموندیم کارزینکو نه حساب میکردیم بعد اویلی که میدادیم اویلیک میدادیم بعد من میسوم جمع کردم در مقطع ششتگی بودم یک گازت گرفتم خوندم که ایوانووا جوی کور همون گازت خوندم خط نوشتم روی کردم که با مالدوانی نوشتم که من میفورم که دمو جبرم کور کنم обратно خط روی کرده که я по-молдавски не понимаю пишите пожалуйста по-русски بعد بررسی نوشتم خط روی کردم نوشتم که من راه نمیفهمم چه خیلی برم باید شما یکون کسبی من بری بعد تازانک دیرکتور ماده به سر منه همون روز نوبتی ما گوسپندارم میجوشیده نوبتی شیرمو بود یا ساتیل در دستم کالود نیست با او میرم که تازانک میویا من میپرسه здравствуйте девушка а где дом на Дерезмерице بعد من گفتم یا سامان نداره ازمریце بعد فایروچ کردم خونه در آوردمشو ما اومدیم تی خط نویستی چی میبریم تا ایوانووا کورکنی مایل گفتم بعد زنکورا چای کردیم شیشتن خوردن گفت که ما میریم کشینیو شهر ما کشینیو ما میریم دو ججدات میکنیم بعد پگا بیو بعد یو رفتن در کشینیو ایستادن بعد من سری خیستم پدر مادر ما پرسیدم خیلی میده و چیده کردین تشکیلی کردین دستون کم گرفتین و بعد خیر خوش کردم ایاتا و چیم بعد برفتم کشینیو دوجه رفتم که دیرکتورم در پیش چی ایدار دوجه شیشتیم وقت پویز اومده در پویز شیشتیم 2 سوتکا راه تو ایوان و ما رفتیم 2 سوتکا رفتیم در همون خونه دیرکتور دوجه شیشتیم خیلی چای خوردیم وای کردم ماده سالکنک شده گفت که میریم جای کور دموجه شونت میتیم در جای کور میکنی بعد جای کور رفتیم که دام پیشی کورخونم دموجه پیشی obshižit پوری سالداتا فوتبال بازی دارن بعد من دیرکتورم میپرسم میگم که اینجا جای سالداتا گفت نه اینجا سالداتا بازی داره جای کور شما دموجه همون تا گذاشتم که همون سالدات بچه دیدم یه بار چشمکیم کرد چشمکی هم نمیدونستم خویوشی بعد بود میگه چی میدونی چشمکی چیه و هم تا گذاشتم که ای خفای من یه دخترک میویه همی دور مدیم درنی خونم بودم از دیوال کردم جا دور مدیم لباسامو نالیش کردیم گفت میبرم تا جای کورنشون میتیم نمیجا obshižit مو بود ای پره جای کورمو بود رفتیم دموجه جای کورمو نشون داده تالون ما اول با پول نمیخوردیم تالون میداده از تالون میشیشتیم تالون رو میدادیم بعد
بعد 19 چی میدودای خود میدودیم. بعد اینجا اومدیم دیرکتریو برفتیم یا دخترک مالدوان کمیه میگه کی هی اپا شما دا یه بچه فیرود دوره گفتم بچه کیه شما دا یه بچه میگه سالداد بچه و شخشیده ایوه میگه میرم من میگیرم گفتم اینجا کورکنی اومد من اولی گولاک ما شو نمیکنم گفتم اینجا کورکنی اومده با او دختر بسیار روی کرده وای کرده بعد قد شناس شدم خیلی بعد گشتیم زورا کرده خیلی تیره میگیرم نگاه میکن من گفتم که اوخ من اوجا نمیرم من لوز شما را نمیدونم شما من نمیبرید هموجا و نگام نمیکنه میپرتوی من وای گفت که من تیا نگاه میکنم با توی میکنم همه معلومات فیروت میکنم توی دا فیروت میکنم بعد گفت زده که خیلی من تیا دوست میدارم من ترا میگیرم ایسوس نه بعد من گفتم که من لوز ترا نمیدونم گفت زده تو من اگه جو میبری من اینجا کورکنی اومدم ولی اپوی من موندگیه من چخیل شو میکنم نه من محکول شدی من وزی اتاق وچه ما تلفن با پشتت گپ میزدیم بیبریم که اتاق وچم گپ میزنیم تلفن کرده بعد گفت که وچه گفت من همین دختر دوست میدارم من میرم میگیرم بعد گفت که او خیلی بیاد دویچه زن تاجیک هست میتیم تا گفت اگر همین نباشه نتی من تاجیکستان نمیرم مایل گفت صورت شروعی که بعد صورت من روی کرده و اتاق وچهش دیده محکول شده گفت که بگی بیارش گفت مو امی کمیگه که ما امی مالدوان کایمو خیام خیل امی بچه رفت خدمت کرد شناس شید بعد گیری با امی تاجیکستان آورده کن تاجیکستان اومده اول بلیت من دایر یکم دا چی بود سمالیات بعد شاورم بعدی من رسیدم در ایرپورت بعد شاورم اومده تلفن کرده واردن چی ماشین گازلوی پیش بدن دوایو شیشتیم شاو رسیدیم به خونمونه بعد سیگنال دادن دروازه روی کردین در اومدیم دموجا مردکم بر اومده پدر مادرش میگه که او خیزان دگیجه گفت نواردم شوچه من درین ماشین شیشتگیم بعد مردکم فرماده کاند کانفت چوچکیم تری پارت افتاد و گفت که نواردم زنه با وچهش را کشیده خونه با که وچه همین زنی من این ماشین نمیفروری بعد گفت که ده همین جای گفت که ها بعد این ماشین فروردن من موچکم کردن و تشکیلی کردین و همین 2 شب و 2 روز ما توی دادیم بعد رفتیم ده چی درواردایم درنی خونه خشتمانم درنی خونه درواردایم بعد کرته و چی درواردایم من پوشونده کرتای تاجیکی پوشونده من مولم در سرم بسته و رفتم در او خونه از مهمونا شیشتگیان خیلی خوش رو با همین کرتا و چی را پوشیدم با هم خزه بیدایم یا شکر بدم خو 15 ساله سر لباس پوشیدم خوش رو شدم خیلی مبارک شوه و با این لباس را دوست داشتم با می فوردست فقط کرتای رنگ به رنگ بپوشم بگردم لباسم همش میگفت که زیبی دایت لباس خوش رو با کوکل بافتن ما با کوکل خوش رو داد چی کردن ما همسایه همین نون و آب و کل چیز میده و چیده واردین و موچکم کردن و میگفت که خاله کلین خوش رو واردی همین بچه من بگم اورا مایموج یگون زن بیورد همیجا خیلی کلینت مخول شده همش بوده مخول شده زبان خود مونده میگه عذاب نکشتم همین زبانی میگه توچکو را تیز خود کردم محکولم بود میگم توچکو تیز زبانشون اخد کردم وقتی که تاجیکستان اومدم میدونستم گم نمیزدم کوبینم ایروی من یگون گپ میگن اخورات میکنه گم نمیزدم تاجیکی بخاطر دیدم که خسرم خوشت من رفت رفتاری خوب دوران چی میکنن و بعد تاجیکی را گپ زدم سر کردم گپ زنی را خیلی خجاله و پجاله که یاد گرفتم بعد خسرم دیگه هم کرده گفت در پتی به نسبتی تاجیکی را میدونسته ما را میسنجیده ما را میسنجیده خیلی تاجیکی را یاد گرفتم میده من محکول شده با تاجیکستان همی وطن من چی خیلی بگم که ای 15 سالگی اومدگی من تاجیکستان رنگ وطن خودم کم نمیدونم وطن خودم همین چی بای نمیکنم 3 ماه ایستادیم بعد مالدیو رفتم بعد مادر و گفتم که شاورما گفتم اوچه من شو کرد می شاوری من بعد مادر میچیم نگفته گفت بچه‌م خیلی عذابت نتیه غریبی مسافری قینه میبرد اوجا بو عذابت نتیه بعد من گفتم نه بچه خوبه بخیر زندگیمون هم تا پیش بردیم پدر مادرم دیگه روزی شده ایچی نگفته 15 سال در می غرم زندگی کردگی 2 تا کلین داشته من 3 کلینش بودم
سری بر وقت میخواستم در دیوالا میرفتم تیار میکردم گوه میجوشتم همه کار را میتونستم کردم شیر گوه میجوشیدم شیر میپختم جیرخوت میکردم همه زندگی روزگار خونه را میتونستم همه کار را ایدست اومده میکردم ما در مالداویا در کاراکوی زندگی میکردیم گوه داشتیم گوسپند داشتیم بز داشتیم چیزی که در تاجیکستان بود ما در خونه داشتیم سری بر وقت میخواستم در دیوالا میرفتم تیار میکردم گوه میجوشتم همه کار من میکردم یکم بار رفتم قطع خشتمانم گوه جوشیده گوساله را وی کرده گوه ماکنده وی کرده گوساله را بعد گوساله را ایسه بسته من نگاه کردم خیلی ایدست میویم گوه جوشی نگاه کردم به خشتمانم همه کار دوکار دا ساتیل بسته و گوه جوشیده و بود کرده ساتیل دا مایلوک کشول کرده و بعد سری بر وقت همش خوان بر وقت خیست منم گوه ساتیل گرفتم شیشتم توزه کردم دوکار بستم و رفتم گوه جوشیدم اومدم ساتیل دا مایلوک کشول کردم خشتمانم سری میخیزه و ساتیل میگیره میگه که گوه جوشی میرم گوساله مکیده ایستاده گفتی گوساله اوی کرده و گوه مکنده گفتم نه و چه گفتم من سری بر وقت خواستم گوه خودم جوشیدم و میتونی گوه جوشیده گفتم من همه کارا کرده میتونم خشتمانم خرسان شده ای بسیار کلین خوبی گفتم همه کار با میکنه ها او کلینوش گلگدار بود من به گلگ بودم یا شکک بودم و تو ای خوشو میخواستن من همه کارا میکردم در دیوالا میرفتم میچیندم گوه میجوشیدم پودر ای میکردم ای خیلی نمیگفتم که و یا خوان من کار میکنم من یوشک بودم همه کار ای دست می اومده میکردم انسان خوبه بهترین انسانه خیلی که یکون بعدیش ندیدیم تو حالو سری من مرده که با دست پنجه بود مهنتی بود انا 100 آدم در خونش می اومده نونو افشا میخورده انا رگ میمالیده و اینمی پوشکسته را میبسته و هم ممونه و دست پیر دادگیه میگفت بچه من که مردم اینمی کاری منه شما بکنی بسیار کاری خوب استه با خیلی دوام داده وی کرده بعد خسرم گذشت بعد خشتمانم چند که زندگی کرده که کسل شده دختراش دتاری سر شه کسینگلون بعد خشتمانم نگاه میکنه میگه بچه‌م کو بیدی همین نادیه اومده بعد دخترش میگه که نه خو نادیه نیسته کلکای عبدالقیم ای گفت با دروی میشه و اون میپوشن میگه کو بیدی همین نادیه نه و چه خو همین نادیه میگه همین نادیه در جونت میداره بچه‌م خیلی نگو نادیه گلکای سر را نگاه میکنه گنی من چند بار خبرگیری می اومده گفت چیزایی به مزه میکنه منم میارم میخرم فهمونم بی من گرفته که خشتمانم جون داده ای شوهرم روسیه رفته ایو گلکا مایده بود خیلی زندگی چخیل بگو تلفن میکردم که یگون سمروی که فرزندوت یگون چی بخرم و فرزندوت میگفت که ندارم هم تا زندگی مو بایشیده جدا شده زنده جدایی مو بود نصیب ما می بود چی بگم دیگه هیچی ده تا بچه هک داره در روسیه خیلی که دخترکش قطیش همی جدمی تاجیکستان بچه که کلونیم شگرونه خود دادم جزنگ گرفته ای توی کرده ای و انا تلفن میکنه خطی من قم میزنم دخترکم همه شده همی جان دختری کلونیم در پرفسایوزه دختری دیونگی مینه ده همی وعدت کتی مای دختری سیونگیم ده حسوره دختری مایدکیم ده چی قرقیزه شگرونه خود همه شوردارن زندگیشون شروع کارا میفهمه در کار سرکشی نداره همه وقت یک خیل انسانه همه کار می کورپدوزی و پختمونی و امتری رو همه شخصه میتونم میکردم اول نمیتونستم یک کمپیرک تاجیکشونم داده همین پخته را میموندم میگفتم که بوی من نمی کورپچه را دختر نمیتونم گفتی جا بیو بعد گفت که نمیخل تیوانه را بکن نمیخل بعد یاد گرفتم خودم مایده کورپچه میدوختم همه کار را میدوختم با توی میشیده با کورپچه های همسایمون میدوختم آدمای تاجیک آدمای خوبن من دوست میدارم چی خیلی بگم همسایه‌ام هم همسایه‌های خوبن ای یگون معرکه میشه و چی میکنه فیروت میکنه میریم هم کسا سرجم کلچه میکنیم و نون او میکنیم هم مکورا میکنیم دسترخون روز میکنیم و اینجا بود دیگه مالداوی بود دیگه اینجا جای شیخ شروعه 20 سال نرفته بودم مالداوی رفتم مسکو دا کار کردم
بعد مالداویا رفتم خیلی پدر مادرم گذشته بود ندیدم نه پدرم دیدم نه مادرم 5 تا اپندم اونجا بود اپوم دیدم دودرک دیدم هم ایستاده نتونستم راست دیگه بگم یه هفته هم نتونستم ایستاده در اونجا 15 سالگی اومدگیم من تاجیکستان دوست می‌دارم پشیمون نیستم و من فرزندای پدرم گام میزنم من شکرونه خدا چی بگم فرزندام مست در پیشم چی پشیمون میشم نیویرو میایم یازده سال میشوه که من در گلپروری کار میکنم میخیزم ساری میرم کالیتا میگیرم در اوی میکنم گلو را او میتیم تا مردن میویای خونه گلو را او میتیم همه کار میکنم تازگی میکنم گل میشونم بسیار من حرمت میکنم چی کاری شوه اپای ندیه ای خلکه اپای ندیه ای خلکه من حرمت میکنه من اویرا حرمت میکنه ای روزی که قطیمه کار کدگی دهمی سوه میرا مادر میگم انمی کجه ده که باشه فرزندی من کجه ده گفته سراغ میکنه کلکتیو کاری من معامله خوب داره بهترین زنکه در همه سوها قطیمه اینم تا کار کدیسته که زنک خوبه چهره کشاده انسانی میفهمیدگی اینمی چند تا زنک هم دموجه کار میکنیم باور میکنی که بسیار انسانای خوبن زنکو همشو که اینا میشینن تا بچه ها من اوچه میگه حرمت میکنن اوچه چیکار کنیم اوچه چیخل کنیم اوچه چیکار کنیم دوست میداره همشو بسیار زنکای خوبن ما بسیار خونه این مادر میروم ما قطعی مادر بسیار هم نشینی کدگیم بهترین انسانه معاملش به همه خوبه یکم بار همه گلپروری در رفتم خیلی چخیل بگم یوشک بودم سفید بودم بعد دختر و زنکو دیده مای خیلی اینجا کار نمیکنه میگه نخوام تر زنک شروع دم گلپروری کار کنه بعد خیلی میده کار سر کردم با زنکو را بعد گناه شدم قطعی دگونه شدم بعد گفتم شما وقتی که من کار دگریسته اگرانم کار دگریستم شما گپ زده سوده گوشکی ما گفتم که تو کار نمیتونی کرده من گفتم کاری که من میکنم شما رنگی من کار کرده نمیتونی خب بعد میده اینمی 11 سال ده کار کردم دمجه حالی هم شکرونه خدا من کار میکنم دمجه میگم من تاجیکاری زویم در زندگی من قطار شمایم تاجیکم بهترین انسانای میگه تاجیکا شما میگم که من مالداویا رفتم ایستاده نتونسته من چند قدر تاجیکستان دوست میدارم من دیگه وطن خودم میگم تا حاضر میگه انسانای خوب ده به قدرم رسیده حرمتی زدیده من دیگه ملک مملکت خودم نرفتم یک روز یا 2 روز میرم یک مهمونی میگردم با تاجیکستان میگه یاد میکنم میایم با تاجیکستان میگه وطن ما وطن ایشکه نیست میخنده میگه ما معقول میمی این همه فرزندای من میگه آدمی همه جا تاجیکستان